كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین شما کسی است که قرآن را آموخته به دیگران آموزاند. روایت بخاری. قرآن کتاب بزرگ خداوند است که همچون نشانه رحمتش بر عالمیان نازل کرد. قرآن جدا کننده حق و باطل است که در آن هزل و شوخی وجود ندارد. قرآن شاهراه زندگی است که کسی هدایت را در غیر این راه جستجو کند، خداوند او را گمراه می سازد. قرآن ریسمان مستحکم خداوند است که کسی به آن چنگ زند از چاه ظلمت و جهالت نجات می یابد. قرآن پند و اندرز با حکمت است که کسی به آن گوش دارد تاج سعادت به سر می نهد. قرآن صراط المستقیم یعنی راه راست و استوار است که کسی او را تغییر و تبدیل دادن نتواند. قرآن لذت و راحت و آرامش قلب است که طالبان از آن هیچگاه سیر نشوند. قرآن معجزه جاویدان است که عجایباتش پایان ندارد. قرآن اخلاق و رفتار و فرهنگ و مدنیت است که انسان را در دایره انسانی نگاه می دارد. قرآن رابطه بنده با پروردگارش است که بنده را به حق می پیوندد. بنابر باید قرآن را آموزیم و به دیگران آموزانیم. پس خوش به حالت ای برادری که قرآن را آموختی و به دیگران می آموزانی، چون این عمل پیامبر بود و تو این عمل را از پیامبر میراث گرفتی. تو میراث برنده پیامبر هستی. در این کارت حرکت بکن که تا بسیارتر هر یک انسان را حرفی از قرآن آموزانی، چون بعد از وفات تو وقتی که شاگردان تو دیگران را می آموزانند، از هر یک حرفی که آنها می خوانند به تو ثوابش می رسد و این صدقه جاری است. پس خوش به حالت ای حافظ قرآن و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حسبك. شكرا، بارك الله فيك.